بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، راجع به بسته هایی که جدیداً معرفی شده براتون معلومات میخواستیم بدم که این بسته ها شامل بسته های روزانه، هفتهوار، ماهوار، همچنین بسته های روزانه میباشه که از بسته های روزانه و همچنین بسته های شبانه براتون کلا معلومات میدیم. فعلا دوستا بسته های ساعتوار یا بسته های ساعتی رو براتون نشان میدم که بسته های ساعتی کدام اپدیت خاص برشان نامده. مقصد 150 MB 5 افغانی شده و 400 MB در بدل 10 افغانی شده و 800 MB 15 افغانی و 1200 MB هم شده بدل 200 افغانی. کلا دوستای ها کلا بخواد چی هست و برای 1 ساعت وقت داره و دیگه 2400 MB است که این مدتش و مدتی 30 افغانی است قیمتش و مدتش هم است 2 ساعت است. یعنی فکر کنم متناسب تر باشه. و دیگه دوستای عزیز بسته های چیست؟ دوستای عزیز بسته های شبانه است. شبانه چندان تکرار خاص برش نامده، فقط 2 بسته است. بسته 1 GB که 25 افغانی است و این به خاطر 1 شب است و بسته 10 GB است که 200 افغانی است. این ماهوار است، یعنی 30 شب کار میده. بسته های دیگهش دوستای عزیز که هم بسته های روزانه بود، دیلی بود و هم است 140 MB 15 افغانی، 500 MB 35 افغانی، 1 GB 50 افغانی و 2 GB 80 افغانی و همچنین 3 GB 95 افغانی. دوستای کلا به قول یگانتا که چیست به کلگی نیست، اما در اکثرش چیست سیمکارت‌های پیشکش ها هست آمده. و دیگه دوستای عزیز راجع به یک چیز دیگه می‌خواستم کتان گپ بزنم که سیمکارت‌های چیست. سیمکارت‌هایی که در این روزا یک طرفه شده و نمو سیمکارت‌ها به خاطر که قوانین اداره اترا قبلا در زبان انگلیسی ثبت نام بود و جدیداً گفته کلا سیمکارت‌ها باید به زبان فارسی راجستر شود. از خاطر هم ثبت مجدد سیمکارت‌ها به زبان فارسی شروع شده که به خاطر ازیم که شما باید نمایندگی امتحان مراجعه کنید با تذکره اصلیتان. دیگه موفق کامگار باشین دوستای عزیز. و همچنین دوستای این یک بسته جدیدن که روبرش دیمینی بسته است، بسته هفتهوار است. بسته هفتهوار 25 افغانی، 100 MB است، 50 MB 25 افغانی، همچنین 100 MB 30 MB. چندان بسته های خوب نیست دوستا. اگر که نتی خوب کار داشتین مطمئنا هم بسته هایی که قبلا گفتم بهترینه. دیگه موفق و سرفراز باشین. باز هم چه سوال من در خدمت هستم. بخیر باشین. روزتان خوش. خداحافظتان. بخیر باشین.